البته نگران هستیم که وایو دولت با دولت همسایه است، خیلی برای وایو هم آدمای اوجا هم برای ما ضرر است، هم برای وایو بعد خوف خطر تروریسم و اکستریمیسم برای تاجیکستان هم است. با فکر من خطر نداره. برای ما уже دولت ابرقدرت شدیم، با قوتیم، یگام هراس نیست، یگام ترس نیست. من نه تلفن اینترنت ندارم، نمیدونم خبر ندارم. حتما خواطر هستیم برای که اونا با فکر شخصی من مثال هم با مردم خود افغانستان ضرر میارن. اگر که خدا نشانتی مثال دولت افغانستان هم مثال صاحبی کنن با تاجیکستان هم ضرر بسیار میتونن رسونن. بسیار نگران هستیم و بسیار هم زیر خوف و خطر مرز و بوم کشورمون می باشد که او خلق افغانستان یک عمر در جنگ و در مظلمت قرار داشتند و زیر فشار همه وقت زندگی میکنند و من هم نمیخوام که مرز و بوم تاجیکستان با این خیل شخصا و با این خیل چیزا گروه ها روبرو شود. خیلی ما فخر دولت خودمون هم میکنیم که ما دوجار هم زندگی میکنیم و محافظت ما میکنن. خیلی دلپری داریم با